الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بزنم ملت بود مردم بود بزن خیرت باغده چه دولت گمبوسای کم از اوشه مردم بود رنج یلت مایوز بلانه قلاتیان شدن بلانه قلاتیان نماده ظلم دن و ایکی نفر بلا منشو جنبشلا من oldum ne yöretken خاص نپرلانه بر تاثیر تناون که اونم تناون ساید اما اختردن باودن خانده بابر کمده؟ باودن خان اخترخان هم زیدو تنکانه مولا اکسینه کورتایید مغازلاره چرم آقویاتده من چون شاید ماکشن ما خوب زیاده راولی بماسن شملاتم یا تمام مجموع مردم افغانستان ها بزا شورای عالی مقامات بلو مجمع ملی بلو به خاطر این تبلیغات ها جان صاحب جای رو نمیگره تا زدن یک گپ از زرگر یک زدن آینگر ما و شما یکی جمع شویم یک گلامه بتیم یک کار بکنیم با امید خدای کرم نی پیلن ترامپ باور میکنه نی پیلن پوتین باور میکنه نی پیلن ایران باور میکنه نی همه همسایه کشورهای ما باور میکنه مردم ما مطمئن باشه ملت مطمئن باشه افغانستان مردم مطمئن امنه چطور آمده امرقم میره مگر ما بارها مذاق نمی کنیم من طالبا میگم آمدن خوب میاییم همه آدم دمی جنگ هم که برا پیش میره متوجه عقب خود میباشه عقب بسته شوه مثلا خطرناک میشه تو همه برآمدن تم یک فکر بکن از کجا میبرای تو از همین کوتل سبزک از بادقیس میبرای اون طرف که غور اینجا راه نیست تو یکی از سالنگ میبرای یکی توی از بدخشان توفخانه میگم یک راه بزرگ داره ویم با پاکستان این راه کلی مخالفینی تا ابتیده سالار هم رقم کده ششته این گپا خو میشه اینا باز هم رقم نشود سرما مردم تومت نکنه باز صباحات دشت لیلی این دفعه نگوید دشت سالای چه رقم شد این دفعه نگوید دشت بادقیس چه رقم او چه رقم میکنی چه رقم بمید صاحب رفت شما به آمر صاحبم سلام زیاد بگید بهترین دوستا و رفیقای ما هست اونجا نظامی هست از بسم الله خان گرفته قدمشه خان ما یک از طرف خود ما بلکه از طرف همه شورا از طرف همه مجمع ما هیچ کس اجازه نمیتیم که بین ما کدام اختلافات در آب اندازه ما چیزی که لشکر سیاسی داریم امکانات نظامی داریم به همه قوت ما هستیم با همراه عامر صاحب جوان ما گاه امرای صحبت میکنیم تشکر میکنیم همه جسارت کردی آفرین مشکلات زیاد دیگه زیاد میشه لیکن بی‌حوصله نشو و از حوصله کار بگیر. در افغانستان عزیز ما هم همینطور است 20 سال برای مبارزه با تروریسم شعار دادن برای دولت سازی و ملت سازی و حقوق زن و حقوق بشر امروز در افغانستان کجاست زنان از تمام حقوق انسانیشون محروم شدن و در خانه نشستن ده ها هزار زن نانآور خانواده یا صدها هزار زن نانآور خانواده شون بودن که دیگه پدر و کلان خانه نداشته امروز اونا گرسنه هستن من نمیفهمم که چطور زندگی میکنن و با چی منبع ارتزاق میکنن دیگر همه
اقوامی که در افغانستان هستند اینا در محرومیت هستند. یک گروه خاص وابسته به یک کتله قومی خاص، اینا آمدن حاکمیت ایجاد کردن و گفتن که این حکومت همه شمول است. و شورای عالی مقاومت ملی بر نجات افغانستان، مجمع ملی بر نجات افغانستان و نهادهایی که برای آزادی افغانستان کار میکنه، اینا بیشتر از پیش منسجم شدن و انشاءالله امیدوار هستیم که تحولات بزرگی در راه باشه. بیشتر از این ما قضیه را باز نمی کنیم، همین قدر میگیم که انشاءالله اوضاع به طرف خوبی پیش میره و افغانستان انشاءالله در آستانه آزادی هستند. بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم که دیگه و جناب آقای خنجانی صاحب که از طرف حاجی صاحب احمد مسعود اینجا در این مراسم اشتراک کرده که آمدن که ما یک وحدت نشان بدیم، برادری نشان بدیم که ما با هم هستیم. باز شورای تفریق افغانانه از زبان باز حلقاتی که نام خود اونا رخبه میمونن یا هر چیز میمونن باری اقوام هزاره، ازبک، تاجیک اینا یگان شعارهای داده میشن بسیار منزجر کننده، نشان بدیم که این حرفهای فقط چند نفر خاص است و این دیگه ملت برادر هزاره و تاجیک و ازبک و پشتون و همگی در افغانستان گل یک باغ هستند و همگی انشاءالله متحد هستند و صدای ما صدای یکی است، چه از جبهه مقاومت که در تاجیکستان قرار دارد، چه از شورای عالی مقاومتی که عمدتاً در چی هستند، در ترکیه هستند و در ایران هستند و در کشورهای اروپایی بعض جا هستند، کل ما یک دست هستیم و نشان میدیم. اینا جناب وزیر صاحب عدلیه هم اینجا هستند، اینا ما انشالله دست خود یک کردیم که انشالله برای آزادی افغانستان تلاش بیشتر کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با استفاده از این فرصت عید خدمت شما مبارکباد میگم. جناب مارشال صاحب بزرگوار از مهمان نوازی و از میزبانی جمع از شما سپاسگزاری میکنم. خداوند عمر بیشتر نصیب شما بکنه و سایه شما را سر کل دوستا و بزرگای ما حفظ بکنه که شما نماد از وحدت و برادری و رفاقت و همزیستی مسالمت آمیز بین همه ما هستید. همون رقمی که جناب استاد بزرگوار فرمودن، عامر صاحب احمد رهبر محترم جبهه مقاومت ملی افغانستان بر ما وظیفه سپردن که امروز در خدمت شما و خدمت استاد و وزیر صاحب و همه دوستای ما باشیم تا یک پیام وحدت و همدلی را خدمت شما برسانیم. پیامی که تهدید مشترک است و پیشفرض و پیش شرط آزادی در افغانستان وحدت و انسجام ماست و نمادهای اصلی و پایه‌های اصلی وحدت شما بزرگا و بزرگای دیگه هستند در این مملکت که باید همه ما یک جای شویم. ما با استفاده از این فرصت چیزی که جناب استاد فرمودن یک بار دیگه تاکید میکنم که سر صداهایی که سبب افتراق میشه در جامعه ما، سبب ازی میشه که ما را از تهدید و دشمن مشترک دور بسازه، او را غیر ضروری، غیر الزامی به نمایندگی از عامر صاحب احمد و دوستای ما میدانم و برخلاف آرمان مشترک و تقاضای مردم ما میدانم. مردم ما و شما امروز همون رقمی که جناب استاد محقق فرمودن در یک وضعیت بسیار خراب جناب مارشال صاحب قرار دارند. مملکت ما در یک حالت اضطرار است. شاید شمار با گروه های تروریستی یک جا شده منفعت حکومت طالب ببره، اما تمام مردم افغانستان از قندهار تا بدخشان، از فاریاب و شبرغان تا کابل و بامیان ستم میره برشان روا داشته میشه که در 100 سال گذشته بی‌نظیر است. فقر امروز مشکل جمعی کل مردم افغانستان است. در این مواقعی که مواقع خیر است، مواقعی است که مردم از ما و شما امید داره، من خوشحال هستم جناب مارشال صاحب بزرگوار، جناب استاد و همه بزرگا که ما و شما یک پیام خیر، یک پیام وحدت، یک پیام همدلی میتیم. با استفاده از این فرصت امور رقمی که جناب استاد فرمودن یک بار دیگه تاکید میکنیم که شما یک بخش زنده از تاریخ افغانستان هستین. طالب آمدنی است و طالب رفتنی است. این ما و شما همه دیدیم و شما بزرگا بیشتر از همه دیدن. امیدوار هستیم که از این فرصت ما و شما
برای بازسازی و احیای دوباره وحدت و اشتباهات استفاده بکنیم که در گذشته تکرار شده بود و امروز مردم ما قیمت از او را میپردازه. از او جایی که آفتاب است و پیام مشترک همه ما شما است. بار دیگه از جناب مارشال صاحب، از میزبانی شما بزرگوار، از هم صحبتی و همراهی جناب استاد محمد محقق، استاد بزرگوار همه ما، رهبر بزرگوار مردم افغانستان هستند، تشکری میکنم. امیدوار هستم که روزای خوش بر مردم ما و شما به خیر بیاید و برای همه دوستا و وطندارا عید یک بار دیگه تبریک میگم و پیام خاص تبریکی وحدت و برادری عامر صاحب احمد، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، یک بار دیگه خدمت شما، خدمت جناب استاد، جناب وزیر صاحب و همه برادرای ما تقدیم میکنم و امیدوار هستم که ما و شما یک جای شویم و وطن ما را بر آزادی، برای هدف اصلی که دشمن آمده مناطق ما را، جای ما را، عزت ما را، آبروی ما را و یغما برده، اشغال کرده و بر آزادیش کار بکنیم. تشکر جناب مولوی صاحب از شما و از بزرگوارای ما، از همه ما.